ببینید تیم کوک مدیر عامل حال حاضر اپل وقتی که از آبرو و اعتبار خودش مایه میذاره و توی تیزر تبلیغاتی سریال سورنس یا همون جداسازی بازی میکنه، یعنی قراره یه سریال خیلی درجه 1 رو شاهد باشیم. چرا برای بقیه محصولات شرکتشون این کارو نکردن؟ پس این یه اثر خاصه و فرق فکول این سریال. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون مووی میبن. امیدوارم که تو این هوای سرد زمستونی حالتون خوب باشه. حتما توی فضاهای عمومی، توی تاکسی، اتوبوس، BRT، مترو حتما از ماسک استفاده کنید. یه سری بیماری جدید اومده، یه آنفولانزا اومده، بهش میگن آنفولانزای زامبی. چه گرفتاری داره. یه دونه بیماری گوارشی اومده، اصلا عجیبه واقعا. من نمیدونم آنفولانزای زامبی، از شر کرونا خلاص شدیم، یه سری بیماری دیگه افتادش دنبالمون. واقعا شر عجیبیه واقعا. عرضم به خدمتتون که میخوایم بپردازیم به تحلیل و بررسی قسمت 4 از فصل 2 سریال سورنس یا همون جداسازی. اول ویدیو بهتون گفتم تیم کوک مدیر عامل اپل نمیاد اعتبار و آبروی خودش رو خدشه‌دار بکنه که یه محصول ضعیف و بد رو تبلیغ بکنه و براش تیزر بسازه و خودش توش حضور داشته باشه که بعدن همه بگن که آقا تو این همه اهن و طلق داشتی، این همه تبلیغ کردی، اینو چرا این اثر بده؟ چون اینا قبل اینکه ما ببینیم اونا دیدن سریالو، چون مدیر عامل اپل دیگه نشسته کلشو دیده، به این برایند رسیده که آقا ما براش یه دونه تیزر تبلیغاتی خفن بسازیم. تیم بازاریابیش بهش پیشنهاد داده، گفته خودت هم مثلا بلند شو بیا اینجا برای ما تبلیغ کن. اونم استقبال کرده، دیگه که اثر خفنه و به نظر من جز 3 تا اثر برتر سال 2025 هستش. کل سریالی که قرار بیاد رو من لیستش رو دیدم و مطمئن باشید این جز 3 تا سریال برتره، اصلا شکی توش نکنید. اول از همه یه خلاصه ای از قسمت 4 بگیم و بعد بپردازیم به بررسی و موشکافی دقیق این قسمت. اسم این قسمت وودز هالو بود، به معنی دره نیستی، دره پوچی، دره غم، یه چنین معانیایی داره. امتیاز این قسمت هم توی IMDb 8.4 بود و کارگردانیش هم به عهده بن استیلر بود که واقعا عالی بود، دمش گرم. حالا اتفاقاتی که توی این قسمت افتاد این بود: تیم ماکرو دیتا ریفاینمنت یا همون MDR از محیط بسته و استیل دفتر لومن خارج شدن و به یه محیط طبیعی و سرد و برفی منتقل شدن. این قسمت به عنوان یک Outdoor Retreat Team Building a Current طراحی شده که توی اون شخصیت‌ها توی جنگل دیتر ایگان نشنال فارست به دنبال 4 پیوست از حکایت‌های لومونن. این پیوست متنیه که اسرار مربوط به بنیانگذار شرکت کیر ایگان و ارتباطش با برادر دوقلوش دیتر رو بازگو میکنه و درباره اونا صحبت میکنه. تو همین حین میون اعضای تیم یه تناقضای درونی به وجود میاد، مخصوصا اروینگ که به هلنا شک میکنه، یا به همون هلی، اسم اینیش هلیه، به هلی شک میکنه و فکر میکنه که هلی اون نیستش، یعنی اون شخصی که میگفته نیست. و کاشف به عمل اومد که حالا اروینگ یه سری حرکت‌های خشنی انجام داد و کاشف به عمل اومد که کیه؟ هلنا ایگان یا همون دختر مدیر عامل لومنه و هلی آر اونجا نبوده و اون اوتیه اومده بوده اینجا و پیش اینا داشته فعالیت میکرده. و اینکه توی و در نهایت با دستور حذف گلاسکو بلاک که به عنوان مکانیزمی برای کنترل سطح هوشیاری طراحی شده، هلی به وضعیت اصلیش دوباره برمیگرده، ولی در عوض اروین به دلیل کارهای خشنی که انجام داده بوده اخراج میشه و اینیش رو کلا از بین میبرن. و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد، چون توی لحظه آخر دیدیم که انگار داشت سویچ میکرد از اینی به اوتی که حالا چه بلایی سرمون اینیش میاد الله اعلم. خب حالا با هم میتونیم یه تحلیل و بررسی و موشکافی دقیق از قسمت 4 سریال سورنس داشته باشیم. اول از همه یه تحلیل از داستانش بکنیم و ببینیم که چجوری بود داستانش. اول از همه اومدن با فضا و زمان بازی کردن. یعنی چی؟ یعنی این تیم MDR رو برداشتن از یک محیط
بسته و کارمندی و ایزوله شرکتی یهو گذاشتن توی محیط جنگلی و سرد و برفی و کوهستانی که این نه تنها یه تضاد احساسی و بستری توشون ایجاد کرد، تقریبا به نوعی نمادین هم نشون دهنده رویاروی شخصیت‌ها با نیروهای طبیعی و غیر قابل پیش بینیه. این تغییر مکان تقریبا یه نوع فراخوانه برای رهایی از محدودیت ذهنی و اداری. بعدش استفاده از دوقلوها و هولوگرام‌ها توی شخصیت‌ها در طول سفر یه جور نماده، یه نماد از تقسیم هویت و دوگانگی درونی افراد که به خاطر اون فرایند جداسازی ایجاد شده. حالا این تصاویر بیننده رو به این فکر فرو میبره که اصلا هویت واقعی انسان میتونه توی چنین سیستمی حفظ بشه یا نه. بعد استفاده از مکانیسم گلاسکو بود یا همون گلاسکو بلاک که توی این قسمت معرفی شد. احتمالاً به ارزیابی سطح هوشیاری اشاره داره که این عملکرد یه نوع ابزار برای سیستم‌های لومونه برای مهار یا محدود کردن هوشیاری افراد و نشون میده که این شرکت داره تلاش میکنه که با انجام این پروژه به اون هوشیاری و اون سطح به قول خارجی ها کانشسنس طرف تسلط پیدا کنه و یه جوری اونا رو تحت کنترل در بیاره که آقا هر موقع که من خواستم توی این سطح هوشیاری باشه، توی یا این سطح باشه، توی اینیش باشه، توی اوتیش باشه، یه جوری میخوان انگار از آدما ربات درست کنن و این مقوله خیلی مهمه. حالا چند تا نظریه هم هست در مورد همین کاری که لومن به کارمنداش میده که یه سری‌ها میگن که این کارهایی که لومن داره به کارمنداش میده اصلا بی‌معنیه، فقط روشون داره مطالعاتی انجام میده، بیشتر مطالعات روانیه و اون کاری که انجام میدن عددهایی که استورت میکنن و جمع میکنن دورش دایره میکشن و میریزن توی اون یه چیزی بود بسته اینجور پرت با میشد بعد عددا میرفتون بسته میشد. این مثلا یه چیز بیخودیه. یه نظریه دیگه هم هستش مبنی بر این که میگه که این کاری که دارن انجام میدن در واقع با این کدایی که دسته بندی میکنن دارن از خودشون یه کلون میسازن که احتمالش به نظر من توی این قسمت با وجود دیدن این هولوگرام ها خیلی بالاتر رفت که مثلا بخوان از اینا یه سری کلون بسازن و یه نظریه هست که میگه میخواد مثلا زندگیشون رو ابدی کنن. حالا نوبتی هم باشه، نوبت اینه که بپردازیم به تحلیل شخصیت‌های این قسمت. اول از همه بپردازیم به شخصیت جنجالی هلنا یا همون هلیار که کاشف با عمل اومد که کسی که توی دره بروز هالو بوده در واقع هلنا ایگان بوده نه هلیار، که به وسیله مکانیسم گلاسکو هلیار رو سطح هوشیاریش رو پایین نگه داشته بودن، غیر فعالش کرده بودن و هلنا ایگان جای هلیار رو گرفته بود و داشت به رابطش با مارک ادامه میداد. و یه چیز خیلی جالبی که متوجه شدیم چی بود؟ این بودش که هم هلنا ایگان هم هلیار جفتشون عاشق مارک هستن و این نشون از یک تضاد شخصیتی و هویتی توی هلنا داره. چرا؟ چون که هلنا موافق کارهایی که توی لومن انجام میدن ولی عاشق مارک، از اون طرف هم هلی هم عاشق مارک ولی مخالف کارهایی که توی لومن انجام میدن که دو تا چیز کلا متضادین از هم. بعد از اون طرف هم اروین داشتیم که با حساسیت‌های شدید و اون وسواسی که نسبت به تغییر رفتاری که توی هلی دیده بود همش داشتش هلی رو تست میکرد و داشتش سعی میکرد که دستش رو کنه و یه صدای منطقی و نگران در برابر دستکاری لومن بود که یه سری اقدامات خیلی خشنی انجام داد که این اقدامات خشن که داشت هلنا ایگان رو توی رودخونه خفه میکرد باعث این شد که به طور دائمی از شرکت لومن اخراج بشه و اینیش غیر فعال بشه. حالا احتمال این که اینی اروینگ رو توی قسمت‌های بعد ببینیم کمه، ولی به یه شرطی احتمالات بتونیم ببینیم مثل مارک عمل رینتیگریشن انجام بده و اون اینی و اوتیش رو با هم دیگه یکی کنه که به احتمال زیاد به نظرم شاید این کار رو انجام بده. بعد از اون طرف هم که شخصیت مارک رو داشتیم که توی طول داستان دچار سری تناقضات عاطفی در رابطه با هلی شده بود و اینکه نشون میده که توی محیط‌های بسته و پیچیده و خفقان و محیط‌های خفه پیچیدگی روابط انسانی چقدر میتونه عجیب و غریب باشه و اینکه در مورد افشای هویت هلنا و رابطش با مارک یه سری معماهای اخلاقی و احساسی به نظر من به وجود میاد و یه سری میتونه پیامده تو آینده داشته باشه. حالا این پیامده چیه؟ به نظرم بعید نیستش که توی آخر این فصل یا توی فصل بعد هلنا و مارک صاحب فرزند بشن.
به نظرم بعید نیست. یه ذره شبیه سریالای ترکی میشه ولی خب به نظرم احتمال اینکه این اتفاق بیفته هست. این قسمت یه سری مضامین و پیام‌های اصلی داشت مثل جدایی حافظه و هویت که اینی اوتی کردن انسان باعث ایجاد یک سری سردرگمی‌های درونی درون اون شخصیت میشه و همچنین یه سری پیامدهای اخلاقی و اجتماعی برای اون طرف ایجاد میکنه به طوری که طرف نمیتونه تشخیص بده که الان خودشه، همون خود واقعیشه، یا اینکه داره نقشه‌های اجباری شده داره انجام میده. و از طرف دیگر شرکت لومن با استفاده از فناوری مثل سورنس، همون جداسازی و مکانیزم گلاسکو، همون گلاسکو بلاک، داره تلاش مونه تا کنترل مطلق رو روی ذهن و رفتار کارکنای خودش داشته باشه که این کنترل رو از یه طرف امنیت سازمانش رو تضمین میکنه و اما از طرف دیگه هم به قیمت از دست رفتن آزادی و هویت آدم تموم میشه. بعدش هم که یه تضادی بین طبیعت و ماشین‌آلات به وجود میاره که انتقال داستان به فضای برفی و طبیعی تضاد بین دنیای انسانی و دنیای مصنوعی و مهندسی شده رو داره به نمایش میذاره که این تضاد نوع نقد عمیق روی ساختارهای مدرن و فناوری‌های کنترلی معاصر هستش. در کل قسمت 4 هم از لحاظ داستانی یه نقطه عطفی توی فصل 2 سریال سورنس بود و همین که لایه‌های عمیق از مسائل هویتی و اخلاقی و اجتماعی رو هم بهش پرداخت و با رمزگشایی از شخصیت هلنا یا همون هلیار تونستش که مخاطب رو به شدت جذب کنه و تقریبا یه تلنگری به مخاطب بزنی که آقا هر چیزی که میبینی رو باور نکن و اینکه نشون دادش که این کاری که اروینگ کرد بهای آزادی خیلی بالاست. یعنی این رو قشنگ به مخاطب ثابت کرد که برای آزادی باید بهای سنگینی بپردازی بالاخره. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. انشالله که از این ویدیومون مثل بقیه ویدیوهامون لذت برده باشید و اگرم تئوری، نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. من و سجاد همه کامنت ها رو میخونیم و باعث خوشحالی ماست. به نظرتون باید یه بره آزاد باشین یا یه گرگ اسیر؟